بابا فکر کرده بودی که زندگی طبیعی یک مرغ میتونست یه جور دیگه ای باشه؟ مثلا اینجوری. یا شایدم اینجوری. ولی این شما بودید که باعث شدید که زندگی یک مرغ یه جور دیگه رقم بخوره. از دیروز فیلمی درباره معدوم‌سازی 10 میلیون جوجه در فضای مجازی منتشر شد که با واکنش‌های زیادی همراه بود. بابا فکر کرده بودی که زندگی طبیعی یک مرغ میتونست یه جور دیگه ای باشه؟ مثلا اینجوری. یا شایدم اینجوری. ولی این شما بودید که باعث شدید که زندگی یک مرغ یه جور دیگه رقم بخوره. از دیروز فیلمی درباره معدوم‌سازی 10 میلیون جوجه در فضای مجازی منتشر شد که با واکنش‌های زیادی همراه بود.